مثنوی خوانی دفتر اول ابیات 222 تا 246. کشتن این مرد بر دست حکیم، نی پی امید بود و نی ز بیم. کشته شدن این مرد زرگر به دست حکیم الهی نه به خاطر امیدی بود که حکیم به پول پادشاه داشت، نه از ترس پادشاه بود. او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. اون حکیم الهی مرد زرگر رو به خاطر پادشاه نکشت، به خاطر خوشایند شاه نکشت، تا وقتی که امر الهی آمد که یعنی از طرف خداوند بهش الهام شد که اون مرد زرگر رو بکش. حکیم دست به کشتن مرد زرگر نزد. اینجا مولانا داره میگه اگه مرد زرگر رو حکیم کشت حکم خداوند بود. آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. میگه اون پسری رو که حضرت خضر پیامبر حلقشو برید، راز اون رو مردم عوام الناس متوجه نمیشن. داستان سربریدن اون پسر و خضر و حضرت موسی برمیگرده به سوره کهف آیات 65 تا 82 که طبق روایت قرآن کریم حضرت موسی از حضرت خضر میخواد که تعالیم معنوی رو بهش بده و حضرت خضر قبول نمیکنه. میگه که تو در اون مرتبه نیستی که بتونی کارهای من رو تحمل کنی. و حضرت موسی میگه نه، من صبر میکنم و تحمل میکنم، نگاه میکنم و میتونم، تواناییشو دارم. و با هم راه میفتن، میرن و سوار کشتی میشن و حضرت خضر شروع میکنه به سوراخ کردن کشتی و حضرت موسی اعتراض میکنه که چرا داری کشتی رو سوراخ میکنی، الان همه غرق میشیم. حالا میرن جلوتر و توی یک کوچه و پس کوچه‌ای حضرت خضر یه پسر بچه‌ای رو، نوجوانی رو میبینه و سرش رو میبره و حضرت موسی اعتراض میکنه چرا سر این نوجوان رو بریدی، مگه چه گناهی کرده بود؟ و میرن جلوتر، یک دیوار ریخته‌ای بوده. حضرت خضر اون دیوار ریخته رو شروع میکنه به تعمیر کردن و اون دیوار رو درست میکنه بدون اینکه مثلا به صاحب خونه بگه که پولی بده. و حضرت موسی اعتراض میکنه و میگه که چرا بدون هیچ دستمزد این دیوار رو درست کردی واسه اینا. و حضرت خضر دیگه اینجا میگه که ببین 3 تا کار کردم و تو نتونستی تحمل کنی، پس تو نباید بیای و مرید من بشی، دنبال من بیفتی، به خاطر اینکه تو تحمل کارهای منو نداری. در صورتی که هر کدوم از این کارهایی که من کردم یه حکمتی داشته. مثلا اون کشتی رو پادشاه افتاده بود توی کشتی ها و داشت از مردم کشتی هاشون رو میگرفت، غصب میکرد و این کشتی مردم عادی بود که روزیشون رو با اون به ماهیگیری میرفتن و در می آوردن و من کشتیشون رو یه علتی درش ایجاد کردم، یه ضرری به کشتی زدم تا پادشاه طمع این کشتی رو از دل خودش باز کنه و به خاطر این سوراخ نیاد این کشتی رو از اینا بگیره. و اون پسر رو برای این کشتن. این پسر بعداً یک آدم کافری میشد که همه رو به کارهای بد، مخصوصا پدر مادرش رو تحریک میکرد به کارهای بد. به خاطر همین من اون پسر رو کشتم و خداوند به این خانواده پسر صالح میده بعد از این پسر و به امر الهی من اون پسر رو کشتم، تصمیم خودم نبود. و جلوتر میگه اون دیوار رو برای این من تعمیر کردم. عمارت اون دیوار به این دلیل بود که زیر این دیوار یک گنجیه برای 2 تا بچه یتیم و اگه این دیوار میریخت این گنج عیان میشد به خلق الله و به دست اون یتیما نمیرسید. من این دیوار رو درست کردم تا این گنج به دست اون یتیما بعدم وقتی بزرگ شدن برسه.
آن که از حق یابد او وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین صواب. اون کسی که وحی خودش رو، الهام خودش رو از طرف خداوند میگیره و هر سوالی که میکنه خداوند بهش جواب میده، اون آدم، اون ولی الهی، هر چی که بگه عین ثواب و حقیقته و هیچ خطایی درش نیست. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. اون کسی که جان میبخشه به آدمیا، جان میده، اگه جان بستانه این رواست، اون نایب خداونده، اون ولی خداوند بر روی زمینه و دست او دست خداست. یعنی کاری که انجام میده اگه واقعا از طرف خداوند باشه، کاری که اون انجام میده از طرف خداونده اگه ولی واقعی باشه. همچون اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. یه همونطوری که حضرت اسماعیل سرش رو گذاشت روی قربانگاه و به حضرت ابراهیم گفتش که سر منو ببر و اجازه داد به پدر، با خنده، با شادی، میگه مانند او باش و پیش ولی الهی سرت رو بذار و بذار که در راه خدا قربانی بشی. یعنی منظور کلیش اینه که هر کاری که ولی الهی بهت میگه بکن. تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. تا جان تو، روح تو تا ابد شادمان بمونه مانند جان حضرت محمد در پیشگاه احدیت. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خویش خوبانشان کشند. میگه عاشقان اون جام شادمانی الهی رو اون موقعی سر میکشن که به دست معشوق کشته بشن. مثلا مجنون رو باید لیلا بکشه. عاشق هیچ چیزی بزرگتر براش، عظمتی براش بالاتر از این نیست که به دست معشوقش کشته بشه. عاشق واقعی. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. شاه به خاطر هوا و هوس‌های نفسانی خودش اون خون اون زرگر بیچاره رو نریخت به خاطر اینکه حالا به کنیزک برسه. تو این بدگمانی رو بذار کنار. مولانا داره به ما میگه که باز برمیگرده به داستان و همه این مثال ها رو زد که بگه که شاه دستور مرگ اون زرگر رو به خاطر وصل به کنیزک نداد. اینا بدگمانی های شماست، این بدگمانی رو بذار کنار. اون از طرف خداوند مرد الهی، طبیب الهی الهام شده بود که باید الان این زرگر رو بکشه. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی هلد پالودگی. یه تو فکر کردی که شاه کار بد کرد و با اغراض نفسانی این کار کرد. در صفا، در آینه صافی، در آب صاف کی غل و غش میتونه آلودگی ایجاد کنه؟ یعنی اگه یه چیزی صاف باشه هیچ وقت آلوده نمیشه. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. این ریاضت و مشقت و تصفیه نفس در انسانهای سالک به خاطر اون این سختی که سالکان میکشن، به خاطر اونه که این خس و خاشاک از روحشون جدا بشه، از نقره روحشون، از طلای روحشون این اضافات جدا بشه تا صاف بشن، تا روحشون از تیرگی ها خالی بشه. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. میگه این امتحان نیک و بد، این سر از ناسر جدا کردن، این طلا رو محک زدن، به خاطر اینه که اون
کف مایاتی که زبد یعنی کف مایاتی که از مایات رو وقتی میجوشونن اون کف رو جدا کنن و طلا خالص بشه و طلا عیار واقعیش رو معلوم کنه و اون خس و خاشاک از روح تو جدا بشه. این ریاضت ها، این امتحان ها، این درس ها بابت اینه که روح تو صاف بشه، روح تو الهی بشه. تا نبودی امر و الهام اله، او سگی بودی دراننده نه شاه. میگه اگه این کار رو به خاطر امر و الهام الهی نمی کرد، فقط یه سگ درنده بیشتر نبود که افتاده داره زرگر رو میکشه به خاطر اینکه هوسی کرده که به کنیزکی برسه. پس اگه من این داستان رو تعریف کردم به خاطر الهی بودن این داستانه، به خاطر اینکه معنای الهی داره، نه اگه پادشاه به خاطر هوا و هوس به کنیزک زرگر رو کشته بود که یه سگ درنده بیش نبود. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کردو لیک نیک بدنما. میگه اون از شهوت و حرص و هوا دور بود. اون پادشاه از شهوات نفسانی خودش نبود که اون کارو با زرگر کرد. اون آدم خوبی بود، در واقع آدم نیکی بود و کار نیکی کرد، ولی نیک بد ظاهر، یعنی نیکی که بدنماه. مثلا مثل دروغ هایی که مصلحتی گفته میشه، برای مصلحت خوبیه این دروغ، ولی خب ظاهر بدی داره، ظاهر دروغه. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. میگه اگه تو دریا خضر پیامبر اون کشتی رو شکست، 1000 تا حکمت پشتشه. شما حکمت اون کارهای خضر رو نمیدونید. حتی حضرت موسی با تمام درجه و مقامی که پیش خداوند داشت، حکمت کارهای خضر رو نمیدونست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. میگیم تخیل موسی با تمام نور و هنری که داشت، با تمام عظمتی که پیش خداوند داشت و پیامبر اولوالعزم خداوند بود، از اون ادراکش از اون محجوب شد، از اون یعنی متوجه حکمت کار خضر نشد و برش حجاب وارد شد و خداوند نذاشت، برش عیان نکرد که ببینه که حکمت کار خضر رو. تو دیگه کسی نیستی در برابر حضرت موسی. تو که بی راهنما، بی پر یعنی راهنما. اینجا سالک همیشه باید یه رهبری داشته باشه، کنار یه خضری باید راه بره توی مسیر طریقت. میگه تو بی پر مپر، تو بدون راهنما نرو توی این مسیر، برای که موسی نمیتونست بدون راهنما بدون خضر بره. تو دیگه در برابر موسی کسی نیستی. آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است تو مجنونش مخوان. یه اونی که از بدن زرگر زد بیرون، اون خون نیست، اون گل سرخه. در واقع شاه هیچ خونی رو نریخت. اون مجنون دیوانه نیست، اون مست عقله. اون انقدر مست عقله که اینجوری تو در نما در ظاهر جنون میبینی، تو متوجه اون جنون نمیشی. کسایی که مجنون خداوندن، مجنون یه لیلایین، تو متوجه اون عقل بیش از حدشون نمیشی، در اون مرتبه نیستی. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. میگه اگه کام او، هوس اون پادشاه ریختن خونه مسلمانی بود، اگه اون واسهش کامرانی حساب میشد، شادمانی حساب میشد ریختن خونه مسلمان، من کافرم، من مولانا کافرم اگه اسم اونو تو کتابم میبردم. مولانا داره اینجا قسم میخوره، داره اینجا تأکید میکنه. باز میگه اون نمیخواست خونه مسلمون رو بریزه و به ناحق، و من اگه این کارو میکرد که من مولانا اصلا اسمشو تو کتاب مثنوی نمی آوردم، اسم همچین شاهی رو نباید برد.
می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. میگه عرش خداوند از مدح انسان شقی و اشقیا و انسانهای گناهکار میلرزه، عرش خدا میلرزه و متقی انسان پرهیزگار بدگمان میشه از مدحش. یعنی من مولانا هیچ وقت نمیام مدح شقی رو بکنم. احتمالاً به مولانا برای نوشتن این داستان و کشتن زرگر به دست حکیم الهی اعتراضی شده و اینها رو در جواب به اون معترضان داره میگه من مولانا نمیام هیچ وقت مدح شقی رو بکنم، چون عرش خدا از اون مدح اون انسان شقی میلرزه و متقی هم بدگمان میشه از اینکه مثلا من مولانا بیام مدح انسان شقی رو بکنم. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصة لله بود. میگه اون شاه بود ولی یه شاه آگاه و دانایی بود، اون از دوستان و خواص خداوند بود. آن کس را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. میگه اون کسی رو که چنین شاهی اونو میکشه بیشتر خوشبخت میشه، نیکبخت میشه و مقام رفیعی پیش خداوند پیدا میکنه. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. میگه اگه پادشاه تو کشتن اون مرد زرگر هیچ سودی نمیدید، هیچ یعنی الهام الهی پشت این داستان نبود، کی میرفت که قتل انجام بده؟ چون پادشاه لطف مطلقه. این پادشاه اینجا یا این ولی الله ولی خداست و هیچ وقت قهرجو نمیشد، قتلجو نمیشد و دنبال قتل نمیرفت اگه سودی در اون قتل نمیدید. بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. میگه بچه ممکنه از نیش حجامت، این تیغی که برای حجامت به تن میزنن، بلرزه و دردش بیاد و گریه کنه، ولی مادر مهربون میدونه که بک‌گراند چیه، میدونه که وقتی این حجامت رو بکنن چه سودی به این بچه میرسه، چجوری زندگیش بعدم میگذره، خونش پاک میشه. نیمه جان بستاند و بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. نیم جان بستاند و 100 جان دهد. میگه یه نصف جون از تو میگیره این تیغ حجامت، ولی 100 تا جون بهت میده و اون چیزی که در فکرت نمیاد، در وهمت نمیاد، بهت اونو میده و باعث ارتقاء درجه تو میشه و باعث بالا رفتن مرتبه تو میشه اگه تو یه نیمه جانی به خداوند بدی. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. میگه تو اینا رو، کار خوبان و کار پاکان و قیاس از خودت میگیری و میگی من بودم این کار رو نمی کردم، من فلان چیز نمی کنم، من کسی رو نمی کشم به خاطر هوا و هوس خودم. میگه تو این کار رو نکن، کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است که آدم میخورد، آن یکی شیر است که آدم میخورد. میگن که نیکان یه کاری میکنن، اینکه نیکان یه مرتبه‌ای دارن و اجازه‌ای دارن و از طرف خداوند وحیی دارند، تو نمیتونی بکنی. همونطور که تو نمیتونی قرآنی رو بیاری نازل کنی، تو نمیتونی ید بیضایی نداری که مریضی رو شفا بدی، تو عصایی نداری که تبدیل به اژدها کنی، همونطور که اونا رو نداری اینا رو هم نداری، این اجازه ها رو هم نداری که مثلا اگه خداوند وحی کرد، الهامی کرد به یه بزرگی، به یه پیامبری و پیامبری کسی رو مثلا حتی کشت، شما اجازه نداری که
خودتو با اون مقایسه بکنی و بگی من اگه بودم این کارو نمی کردم. و اینکه اونا نیکانن، اونا بزرگانن، اونا اولیاء اللهن و شما در اون درجه و سطح نیستید توی هیچ مرتبه‌ای، نه توی معجزه نه توی جزا دادن و تنبیه کردن. و میگه که اگه فکر میکنی که تو اون مرتبه هستی واقعا دور افتادی، یعنی اصلا پرت افتادی. واقعا نیک بنگر به خودت، به درون خودت، به روح خودت نگاه کن و مرتبه خودت رو بدون و فکر نکن که در حد اون طبیب الهی هستی و میتونی قضاوتش کنی و بگی که مثلا اگر من بودم این کار رو نمی کردم. پایان بیت 246.